بیا بچون چطوری؟ خوبی؟ سلامتی ها چطوره؟ بچه ها میخوام من قفس بازی کنم براتون ویدیوهای قشنگ بذارم. بچه ها این فیلم بازی که دارم میکنم 2-2. الان من میخوام جاسینوشم با آندرتیکری که همینجا میبینید با هم اینا رو ضربه فنی کنیم و ببازیمشون. و الان اینو میذارم و میرم سراغ رندی اورتن ایناش. خب حالا ما میزنیم و بریم برای بازی. بچه قفص نبود اشکال نداره، حالا بازیه. حالا این یکی هم بزنم. این سراغ بازیه. شاید ببریم شاید هم ببازیم. باختیم اشکال نداره، بردیم هم خیلی هم عالی. ولی میبریم میدونم. حالا اوف گرفت. نه چرا رو خودمو میزنم اصلا خودم نیم. خب میزنم بچه حالا سلام کنیم. یا ای بابا کنم پرد قفص کنم نمیدونم. داره آمپولن پخش میکنه. خیلی حالا آمپولن اگه با آمپولن خاطر کنه ساب کنه. آمپولن خیلی خوبه. آمپولن یه مهربون. بچه میخوام الان فیلشه بزنم. الان میخوام فیلشه بزنم. رفت چرا بیرون؟ ششنه الان میاد. گرفت. الان میگیرم میزنمش. چه زدم. حالا الان این میکنه. شمشیر. آره بچه ها هم رفتن شمشیر ماکرم ساختن دمشون گرم. عالی هم شمشیر ماکرم. محسن داره آیفیل نگاه میکنه. آمپورنگ نمیدونه چیزایی داره نگاه میکنه. من خودم براتون بازی انجام میدم. بچه ها بعد فیسیبیل هم میکنم براتون. الان حوصله فیسیبیل ندارم. بله آقای محسن، یعنی که قیافمو به بچه ها نشون میدم. الان نمیشه. بذار 100 تایی بشم. بعدش میرم ویدیوهای قشنگ میذارم برای بچه ها. بذار 100,000 تایی بشیم. بعد برای بچه ها کلی ویدیوهای رنگ و رنگ میسازم. بعد آقای محسن هم فرسیبیل میکنم براتون. چرا؟ راستی قبلا فستیویل کرده. تو قبلا شهرت نشون دادی. بالا تو نباید شهرت نشون بدی اول. بعد بذاری بچه ها تا 100,000 تایی تو کنم. بعدش بدی سراغ فستیویل. حرکت داشته باش. حرکت. اوف کلیش کنم میبره. ای بچه ها وقتم. یه چه کاری بود از اون. حالا اینو میخوام ظرفانیش کنم. به اینو میگیرم. میدونم هنو هم نشدمه. الان 18 تا هستن. حالا بچه ها به امید بچه ها شاید ویدیوهای منو دیدن و شاید منو 100,000 تایی کردن. بعدش براشون ویدیوهای قشنگ هم میذارم. مطمئنم که میذارم. بعد که گذاشتم با بچه ها میام شهرشون براشون کشتی کج میگیرم. با هم 2 نفره با کامپیوتر من با چیزای من بازی میکنیم و هر کی که بردش یه جایزه آیفون 16 هدیه میدم. الان هم نه صدا بچه گونه میزنه.
ولی من بچه نیستم و الان بزرگ شدم و الان 20 سالم و صدام اینطوریه، ولی خیلی پول دارم، خیلی پول دارم بابا جان. چی گفتی؟ دایه این دایه ما 20 سالشه، این هم کلاسی ما بی قبلا، الان دوباره پیداش کردم. راستی داریم نمیدونم، من دوست داشتم 20 ساله بود. آره دیگه الکی بچه چرا از اول بچه این عکس پروفایلمه، حال کنید ها. تازه داخل یوتیوب هم همین عکسه بچه ها. راستی الان میخوام ویدیو رو بذارم. تا درود دیگر، بدرود.